لعنت به اون زن و مرد بی وجدانی که همه را به جان هم میندازن و مال و اموال یکی را بالا میکشن، برادر و خواهر همه فرقی نداره. بعد با چهره مظلوم از دور نگات میکنن، میگن آره این پرخاشگره، این آدمیه که همیشه داد و فریادش در میاد. بعد نمیگن که ما چه کارهایی اول کردیم که این جیگرش در اومد، دلش به درد اومد، داره با این همه پرخاشگری میخواد حقش رو ثابت کنه. این آدما رو بی وجدان ترین، بی شرف ترین فرد عالم باید